دوستان راجع به دکولوکس یا دیپسی که یه سری سنگریزه است با رزین میاد اجرا میشه، توی سطح ها اجرا میشه. جایی که اجرا میشه مثل روف گاردن، کنار استخر، بالکن، تراس. جدیدن هم توی نمایشگاه، توی بوتیکا دارن ازش استفاده میکنن. بریم متریالاشو من خدمتتون توضیح بدم، نحوه اجرا، مزایا و معایبشو بگم خدمتتون. دو تا بخش اصلی دکولوکس، یکیش سنگریزه است، یکیش رزینه. سنگریزه که تنوع زیادی داره ولی توی دو نوع هستش، رزین هم چند نوع داره. بریم اینا رو هم با هم دیگه ببینیم. دکولوکس دو تا قسمت داره، یکی سنگریزه هاشه که تنوع رنگ و سایز زیادی داره، یکی هم رزین داره. رزیناش هم چند مدله. بریم این دو تا رو هم با هم دیگه ببینیم. دو نوع سنگریزه داره. یه سری سنگ‌های طبیعی هستش با شکستگی‌های طبیعی. تشریح جلوتر دقت کنید، تمام شکستگی این طبیعی هستش. یه سری سنگریزه‌ای هستش که توی دستگاه ساب میخوره، اطراف این گرد هستش. به تبع اونی که اطرافش گرد میشه ساب میخوره، قیمتش بالاتر در میاد. این حالت توی سنگای همرنگ کمتر خودش نشون میده. این ساب خورده، این ساب نخورده. این دوتایی که من گذاشتم خدمتتون واسه اینکه فرقش کاملا مشخص باشه. مهمترین چیزی که توی دکولوکس مهمه فیکسر هستش. این فیکسر حتما باید آنتی یووی رو داشته باشه که تو فضای باز در برابر آفتاب تغییر رنگ رو نداشته باشه، همینطور آنتی باکتریال باشه. فیکسرهایی که استفاده میشه دو جزئیه، به خاطر همین یعنی همزمان باید ترکیب بشه و به سنگ اضافه بشه. سنگریزه و شنها به صورت 20 کیلویی بسته‌بندی میشه. هر 20 کیلو مناسب 1 متر مربع دکولوکس با ضخامت یکسان. متر مربع دکولوکس 20 کیلو سنگ لازم داره، 1 کیلو فیکسر. همه این سنگ ها قبل از اینکه بخواد اجرا بشه کاملا باید شسته بشه و خشک بشه، به هیچ عنوان رطوبت داخلش نباشه. اجرای دکولوکس 18 کیلو سنگ رو میریزید تو یه دونه سطح، 1 کیلو مواد. 1 کیلو مواد ببینید 800 گرم رزین داره، 200 گرم هارد. این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنی کامل توی یه سطل بزرگتر. توی هر 18 کیلو تقریبا 800 گرم تا 1 کیلو مواد میریزیم. یه دونه همزن میخواد. یه همزن میخواد که شما اینو خوب هم بزنید. رنگ سنگا رو ببینید، یه جا روشنه، یه جا همون رنگ خاکیش مونده. جوری باید هم بزنی که این کاملا یه دست و یه نواخت بشه. کل مواد که یه دست شد 4-5 دقیقه قشنگ اینو هم بزنید. کل مواد که یه دست شد شما اینو میتونید روی سطحتون پهنش کنید، با ماله بیای روش اجرا کنید. فیلماشو اگه باشه واسهتون میذارم. 5 دقیقه مواد رو کامل هم بزنید، پایین بالا همه همینجوری مواد باش ترکیب شده باشه. قسمتی که میخوایم پهنش میکنیم، بعد با ماله میایم اینو صافش. انتهای کارتون اگه به دیوار یا جای بند بود که هیچی. در غیر این صورت یه سری نبشی هستش، نبشی 2 در 1. قسمت دوش رو روی زمین میذارید، یکش میمونه رو به بالا. اینو اول با چسب 1 2 3 رو زمین فیکسش میکنید، بعد چسب پلیورتان میزنید، همزمان میتونید کارو شروع کنید. این قسمت که میخوای ماله بکشی شما میتونید این قسمتش هم یه دونه چوب MDF 10 میل بذاری که مالت صاف بیاد. کل این کارو شما میتونید در روز شاید 30 متر الی 40 متر 50 مترشو یه نفری 2 نفری انجام بدید. سطح شما بعد 2 ساعت خوش میشه، گرد و خاک رو جذب نمیکنه، ولی بعد از 24 ساعت سنگا قشنگ فیکس میشن. اما 3 روز بعد یه دسته دیگه میایم فیکسر رو با قلم و قلتک روش میزنید، یه هفته فرصت میدید کاملا محکم میشه. امکان تردد بعد 24 ساعت روش هست. 10% این سنگایی که روی زمین هستش شاید تو مرحله اول تو حرکت یا جارو بخواد جدا بشه که اصلا مهم نیست، ولی الباقی بعد صفر شدن دیگه تکون نمیخوره. اگه خواستی لوگو، آرم یا حالت شطرنجی در بیاری، میای روی زمین طرحی که مد نظرته میکشی، همینو قسمتاشو برش میزنی، روی اون کاملا اجراش میکنی، بعد میای داخل و یه رنگ بیرون یه رنگ دیگه که مد نظرته اجرا میکنی. این پیج من صرفا آموزشیه. اگه اطلاعات محصول رو میخوای یا اینکه میخوای خرید کنی، عدد 501 رو بفرست و به پیج اصلیمون برو. هر سوالی هم بود همینجا بپرسید، جواب میدم خدمتتون.